اصلا من دیگه ریاکشن نمیدم به اینا. آقا من ریدم تو مسخره بودن که اینا یکن مزخرفترینن. سلام بچه، چطوری؟ خیلی خوش اومدید به کانال مستر و خیلی خوش اومدید به این ویدیو. آقا ما برگشتیم با یه ویدیو دیگه. موضوع ویدیو اینه که کلیپ های تو پارکی یا کلیپ های مسخره کره یا ژاپن ایرانی‌ها که همه دیدید دیگه، گفتم یه چیزی به قول گفتنی فرق کنه یکم با کلیپ های دیگه، مثلا یکم متفاوت‌تر باشه نسبت به ویدیوهای دیگه. همه در مورد شاخه‌های ایرانی نمیدونم کلیپ‌های پارکی ایرانی درست کنن، ولی اینا از کره است ژاپن نمیدونم، مثلا قیافش شبیه همه نامصب، تایلند، چین، کره است، ژاپن، کره شمالی، کره جنوبی، همشون شبیه همن، مغولستان. یکی از اینا سی نمیدونم ولی خیلی باحال. خودم ندیدم، پارسا دیدم اینو معرفی کرده این چیزا رو، کانال یوتیوب رو. یوتیوبم 100% ساب کنین، زنگوله بغلش فعال کنین که به من اینکه ویدیو گذاشتم 100% با خبر بشید. بده مقطعی بریم سراغ ادامه ویدیو. لیتس گو. خوشوله کرد. رفت تلافی کرد. Sorry. چرا رفت اونو بوس کرد؟ اینو رفت اونو بوس کرد. خداوند از چشمانم عذر میخواهم که همچین چیزهایی رو دیدم. از چشمانم عذر میخواهم. بعدی گوشه عوض کرد. خب سی تا گوشیشو خودش جا کرد، یعنی چجوری؟ بده اون نشسته گذاشت. چه مسخره است آقا. بعدی باز پاشو لعنت کرد. خودت پسر روژ لب بیزنه؟ ای دیدم دهنتون. بعدی ویدیو واقعا باید دارم چشمامو بشورم. بعدی ببین قشنگ میتونم بگم خب کلیپ های پارکی و مسخره ایرانی ها 1000 پله از اینا بالاتره. من از مسخره بودن اینا دیگه زبونم نمیکشه، یعنی همشون رو بیان. بعدی چطور کش میداره زور موشش.
گوشی چشمی داشت کش میدم. بعد پسره مثلا رفتی گوشی خریده واسه ولی تو جعبه گوشی پر کش بوده. یعنی چی؟ این بده فیلم برداری. اونایی که میگن فیلم برداری سخت نیست. من خدا چونش درستی بعدی از پسر خوشش اومد در صورتی که دوست پسر داره. بعد رفت به پسر پیشنهاد بده، پسرم دوست دختر داشت. حالا بعد برگشت دوباره سمت دوست پسرش آب داد. چی شد الان؟ نه الان چی شد؟ نه الان میخوام ببینم چی شد. ریدم دهن. بعدی پسر میگه سینه‌اش شده مثلا. آخه چی بگم؟ هیچ صحبتی ندارم در بعدی آن چی شد؟ بابا این چه مسخره است. آی خدایا بسته دیگه. ما خسته شدیم دیگه. این طرف این دوتا مثلا پلیس هم دوست پسر دوست دختره هم اونی هم که رفتن افتادن دنبالش خلافکار بودش داشت قضا. این دختره پیداش میکنه میرفته دنبالش بعد اسلحه میکشه. بعد پسرم میرسه بهش اسلحه میگیره و اسلحه میگیره سمت دختره. یعنی چی؟ چیه؟ پارس خدا لعنتت کنه چیه؟ ناله کن کونکش. بعدی بازم دارم میخورم. این سری این یارویی که فرار کرده بود اومده داره چیزشو میکنه. دوباره بیا همونجا نگاه کن. الان دوباره شو برمیدار میکنم. الان قبلی این دوتا پلیس بودن اون دوست الان اون نه خلاف کن الان اون خلاف که این دوتا آشو هم مغزم قاطی کرد. مغزم گوزیدی نمیدونم کدوم به کدوم شد. خودتون فهمیدین دیگه من نمیتونم توضیح بدم. بعدی دوباره پاش به خود یکی خورد. الان چرا پای این لایته؟
اولی رفت پای اونا لگد کرد، اونا همینجوری چرخشی رسیدن برگشتن به خودش. الان مثلا خواستن کارما رو نشون بدن، ایده هم تو نشون دادن کارما این خاک تو سر بعضی. چی شد؟ اصلا من دیگه ریاکشن نمیدم به اینن. آقا من ریدم تو اینن. تو مسخره بودن که اینا یکن موزافترینم. این گل داد به اون، دست اینو گرفت، اون دست اینو گرفت، این دست اینو گرفت رفتن. بعد 3 نفر موندن. این گل داد به این دست اینو گرفت رفتن. What the fuck؟ مثلا اونی که میگه یه کاری کن که مثلا نفهمن چی میگم بهش؟ میگم آهان سعی کن کسی از حرکت بعدی با خبر نشه. این همین. خب بچه‌ها از پایین میدونید داریم از این سبک ویدیوها خوشتون آها دیگه اصلا به این ریاکشن نمیدم. دیگه بیشتر از این بعد از چشمانم عذرخواهی کنم. برام بشورمشون بابت این یکی دیگه. اگه خوشتون اومد از کامنت بگید بیشتر ازش بسازم. واقعا مسخره است یارو دیگه. این میگه بیشتر فشار بکنم. توصیه خوبی. کانال یوتیوب من ساب کنید، صد درصد زنگوله بغلش فعال کنید که به محض اینکه ویدیو گذاشتیم با خبر بشید. و مورد دوم اینستامون هم فالو کنید که کلا آیدی صفحه میاد، لینک پیجم تو کپشن هست، 100% فالو کنید. روزانه کلی استوری خنده‌دار اونجا داریم و به محض اینکه ویدیو بزنیم داخل یوتیوب اونجا استوری هم میشه، پس 100% اونجا رو فالو کنید. خیلی دوستتون دارم، تا ویدیو بعد فعلا بای بای.